با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان، سروزیر کشور قاهی رسولزاده با رفت کارهای برطرفسازی عاقبت‌های آفت طبیعی، فعالیت ستاد جمهوریوی و قطعه‌های زمین نو جدا گردیده برای بنیاد خانه‌های استقامتی در ناحیه تاجیک‌آباد شناس شد. یادآور شدن به مورد است که پس از زمین لرزه شدید در تاریخ 13 اپریل سال 2025 با سپارش پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان، ستاد جمهوریوی اوید به برطرفسازی عاقبت‌های آفت طبیعی تأسیس داده شده در نوبت اول از احوال عائله‌های آسیب دیده خبردار گردیدند و به ضرردیدگان در نخستین روزهای بعد آفت طبیعی کمک‌های اولیه عبارت از محصولات خوراکه، مصالح ساختمانی و اشیاء روزگار رسانیده شد. ضمن شناسایی با حالت قطعه زمین نو در موضع سبززار جماعت دهات لنگر شاه اطلاع داده شد که اینجا در 12 صدیق زمین برای 30 عائله که خانه‌هایشان پوره خراب گردیده است، خانه‌های 4 حجره‌ای نو با تمام شرایط ساخته می‌شوند. الکی در این موضع برای تقسیم نمودن قطعه‌های زمین نزد حولگی، ساختارهای مربوطه صحوی فعالیت نموده، کارهای تخت و هموارکنی و آماده‌سازی قطعه‌های زمین برای بنیاد منزل آغاز شدند. سروزیر مملکت در ادامه سفر کاری به محل‌هایی که در آنها زمین لرزه به وقوع آمده بود تشریف آورد. ضمن واخوری با مردم ضرردیده تاکید شد که با دستور سرور دولت همه خانه‌های ویران و ولنگار گردیده با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان و جلب صاحبکاران و دیگر شخصان وطندوست ساخته به استفاده داده می‌شوند. با مسئولین و ساختمانچیان دستور داده شد که هنگام بنیاد خانه‌های نو با استفاده درست مصالح ساختمانی و تامین استواری بناها اهمیت جدی دهند تا اینکه خانه‌های بنیاد شونده سالیان دراز به مردم خدمت کنند. طبق معلومات بر اثر زمین لرزه‌ای که 13 اپریل در ناحیه تاجیک‌آباد به عمل آمد، 33 خانه استقامتی پوره ویران و 123 خانه قسماً ضرر دیده، به 97 خانه دیگر آسیب سبک و به 75 انشاءات یاریرسان ضرر رسیده است. سرور جمهوری تاجیکستان از خانه‌های پوره و قسماً ضرر دیده نمودن با اهالی صحبت کردند. هیئت شخصی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنده از حکومت جمهوری تاجیکستان بهر برطرف نمودن عاقبت‌های آفت‌های طبیعی در ناحیه تاجیک‌آباد کار و فعالیت نموده ایستاده است. امروز 30 نفر سربازان قسم حربی 45075 کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنده از حکومت جمهوری تاجیکستان دسته زودعمل مخصوصی نجاتدهی در منطقه رشت، افسران سربازان وزارت مدافع در هیئت 30 نفر در اینجا کار و فعالیت نموده برای برطرف‌سازی آمادگی جدید ایستادند. همچنین 2 مؤسسه تعلیمی، 2 بنگاه طبی، 1 بیمارخانه منطقوی و 1 مرکز فراغتی ضرر دیدند. در نتیجه این زمین لرزه به ساحه‌های خواجگی راه، تامین برق، شبکه‌های آبیاری و آب نوشاکی نیز خسارات رسیده است. وقتی که ما سر دسترخوان می ایستادیم سال 21 همین واقعه گذشته، هر روز ما همین را در یاد می آوردیم که چی واقعه گذشته بود، چه خیلی ما را دستگیری کردن، ما به چی حالت رسیدیم، کی بدیم چی بدیم، خدمتی ما را کردن. ما از تمام خلق جمهوری تاجیکستان می‌نداریم، نمک خوردیم، این نمک پاس می‌داریم. باید تاکید نمود که از لحظه‌های اولین بعد رخ دادن زمین لرزه با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان و با مقصد معین نمودن خسارات رسیده از عاقبت‌های زمین لرزه و تشکیل کارهای برطرف کنی، کمیسیون حکومتی در هیئت راهبران وزارت و اداره‌های دخلدار تأسیس یافته به ناحیه تاجیک‌آباد سفربر گردیدند. مادرم در دون خانه بود. قطعا کودکی 4 ماه همون قایکر که همون کودک کشید به امروز در اومد گهش شکندی چی را نمیدونست. خیلی خونه برو وردیمش 8 در خونه بود میامش غرام بیدن جزیر شیدن. ما شکرانه میکنیم که همون ساعتی که همون واقعا سر شید همه مقامات همه اومدن دستگیری میکردن شب و روز در برمون. شکرانه پیشوای ملت میکنیم که شب و روز در فکر ما هست. این همه کمک و همه اوضاع‌قواری و همه چیز رسیده است، همه رو تامین می‌کرده است. در نتیجه فعالیت فوری گروه‌های کاری معین گردید که بر اثر زمین لرزه در 13 دهه جماعت‌های دهاتی لنگر شاه و قلعه لب آب ناحیه تاجیک‌آباد 474 عائله با 2103 نفر هیئت عائله‌شان ضرر جدی دیدند.
با سپارش پیشوای ملت با اویله‌های ضرردیده دهات نوحیه از جانب کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردشدنی و اجنسی ذخیره‌های مادی دولتی خیمه، مواد خوراکواری، بهداشتی و سوزشواری دسترس کرده شد. در عین حال با ما کمک‌های اولین دسترس شده، با ما قطعه‌های زمین جدا شده. بازی مردم در پای بنای ساختمان‌های نو می‌باشند. اینچنین به منطقه رشت از حساب ذخیره‌های مادی دولتی مسائل ساختمانی از قبیل سمنت، تخته، آرماتور و دیگر مسائل ضروری جدا کرده شده دسترس ضرردیدگان گردانیده شد. سروزیر مملکت قاهی رسولزاده بعد شناسایی پورا با موضع‌های از آفت طبیعی ضرردیده در مرکز نوحیه تاجیک‌آباد با راهبران وزارت و اداره‌های دخلدار صحوی ملاقات نمود. ضمن ملاقات تاکید شد که حالتی به عمل آمده تحت نظارت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد و برای به جایهای بخطر انتقال دادن اهالی آسیب‌پذیر و در مهلت معین با صفت بلند ساخته مورد استفاده قرار دادن خانه‌های استقامتی تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شوند. طبق دستور سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان که در مجلس غیر نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان از 17 اپریل سال 2025 داده شدند، حجم و راه و واسطه‌های رساندن کمک به مردم و برطرف نمودن پیامدهای این آفت طبیعی باید هرچه زودتر معین کرده شده کارهای برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی تقویت بخشیده می‌شوند. منطقه رشت وارد می‌گردند سفر برگردند.